سلام دوستان، آموزش زبان انگلیسی از 0 تا 100 همراه با آکادمی قجاوند. جلسه اول را شروع کنیم با حروف الفبا. همونجور که میبینید حروف الفبا را هم کپیتال بزرگ و هم اسمال لتر یعنی حروف کوچک و بزرگ را خدمت شما تقدیم کردم. حرف اول همونجور که دارید میبینید حرف A. حرف A بزرگ و A کوچک. A. خب اینجا می نویسم که حرف دوم را میگیم B. B که بزرگ، B کوچک. حرف سوم C. C همینجور که من میخونم شما خودتونم تکرار کنین که تلفظشون رو ابتدا یاد بگیریم. D. D E. E F. F G. G H. H I. I J. J K. K خب حالا این چند تا حروفی که گفتیم از ابتدا مسیر حرکت نوشتنشون هم خدمتشون میگم. A گفتیم حرف اول A از اینجا به این شکل و به این حالت، A کوچیکم به همین شکل. B. B به این حالت، بعد به این شکل. C کوچیکم به همین شکل. D و D. E. E E به این شکل. F. و F کوچیک. G مثل C حرکت شروع میکنیم به این شکل و G کوچک. H. H که خیلی ساده است، دو تا یک می نویسیم و حالت نردبونیه. H small. I.
J و J کوچکم به این حالت K خب برای جلسه اولتون این چند تا حروف رو فعلا تو منزل تمرین کنید، هم نوشتن و هم تلفظشون. یک بار دیگه من تکرار میکنم با مکس، شما همراه من بعد از من بگین، انشالله بعد تو منزل خودتون دوباره بیشتر تمرین کنید. A B C D E F G H I J K. ممنون، خسته نباشید تا جلسه بعد.